زمینی چنده؟ سال طویله. جمله هیچ وقت توی ذهنم. ببین همه چی اینجا شروع میشه که رو هوا بودیم و جنگ شد. موشک هایپرسونیک بود چی بود؟ جنگنده میاد همش. امروز 9/12/1404 و ساعت 10 و ربع صدای انفجار اومد. یه رو به 10 هم که مرکز تهران نونوایی قلقله است. مردم نمیدونی با چه فشاری دارن نون میگیرن. بعد همه میدویدن که برن دنبال بچه هاشون هم مدرسه بیارنشون. اصلا یه چیز خیلی افتضاحی. خب تو همون دقیقه اول اینترنت که رفت رو هوا تجربهشو داشتیم. تماس قطع شد و حتی پیامک. یعنی اخبار داشت میگفت یه قسمتی از تهران وضعیت خیلی خرابه، ولی خب من تنها چیزی که بهش دسترسی داشتم یه نقشه از ویدیو ایرانگردی بود و اپیزود تهران که تنها امید من بود برای ادامه تولید محتوا و اون نقشه داشت کمک میکرد که بفهمم داره چه اتفاقی میفته توی شهر. ساعت 6 بعد از ظهر، ساعت 10 صبح اینا بود که اولین خبر اومد بیرون. یه سکوت خیلی عجیبیه. تلویزیون قطعه، اینترنت قطع شده. نمیدونم، من الان میرم باشگاه چون دیگه خسته شدم واقعا از این رویه‌ای که هر 3-4 ماه یه بار یه اتفاق بیفته و کل زندگی ما برای 1 ماه. و میتونم بگم سطح این بیخبری انقدر بالا بود که من اصلا هیچ استرسی هم نداشتم و رفتم باشگاه. هر کسی حتی یه بار پاشو گذاشته باشه تو باشگاه میدونه باشگاه پر از سر و صدای همیشه، ولی فرق داشت این دفعه. یعنی لرزش‌ها خیلی شدیدتر بود، بیشتر از یه پرت شدن یه وزن 100 کیلویی روی زمین بود و همه چیز داشت پیچیده‌تر هم میشد. مخصوصا اگر فردا میخواستم برم خرید و اون خرید مرتبط بود حالا با یک بخشی از همون باشگاه. سلام، سیب زمینی چنده؟ دمت گرم. هی گرون تدش کن موقع جنگ. چرا با افتخارم میگه؟ چرا با افتخارم میگه؟ خریدار رو همه رو اسکن کردم که تفاوت قیمتی‌های جنگ و اینا رو ببینیم. آسمون هم خیلی چیز تره، یعنی آبی تره و محله خیلی خلوت‌تره. خیلی رفتن و ما نمیریم، ما تهران میمونیم. خب ببین توی همین بیخبری‌ها و توی همین خبرهای نامشخص بود که منی که اصلا دلم نمیخواست از تهران برم بیرون، به خاطر اینکه من تازه گفته بودم که میخوام ایرانگردی رو ادامه بدم و دوست داشتم ضبط کنم، ادیت کنم و واقعا دلم نمیخواست یه اتفاق دیگه و یک غم دیگه دوباره باعث این بشه که این بیفته عقب. چون ما دیمار تجربه کرده بودیم، قبلش یک نوساناتی توی شرایط اینترنت تجربه کرده بودیم، اصلا یک شرایط روانی شدیدی و من تازه تونسته بودم خودم رو جمع کنم. تهرانی که من چند هفته قبلش که نه چند ماه قبلش براش ویدیو ساخته بودم، ویدیویی که 1 سال طول کشیده بود، منو پس زد و من مجبور شدم که کوچ کنم با من. Sinking in, I know this feels right. Catching a haze love moving through me like a wildfire, like a wildfire. پام که برق رسید رفتم باشگاه چون میخواستم حداقل این عادت‌ها بین نره و حفظش کنم. درسته که مجبور شده بودم از این شهر برم و جایی که داشتم تازه دوباره تو شوم میگرفتم، ولی گفتم حداقل سری از عادت‌ها رو حفظ میکنم که قرار نباشه دیگه تمام زندگیمو ول کنم. سعی کردم انگیزه بدم به خودم، مخصوصا که دیگه جنگ جدی و جدی‌تر شده بود. مادر بزرگ پیرم بود که تنها توی روستا و توی خونه متوجه نشده بود که داره چه اتفاقی میفته. تلویزیون دیده بود، گوشش کم سنگینه و دیده بود موشک‌ها رو، تصویرها رو دیده بود توی شبکه خبر، ولی فکر میکرد که خب یک بازنشری از جنگ قبلیه و هیچ اتفاقی نیفتاده. برقت شد. بعضیاتون جایی زدن که برقت شد. الان یه خبر میگه نیروگاه برق عراق زدن. الان میگن نیروگاه برق زدن. یا ابوالفضل، یا این هر لحظه داشت بهم ثابت میکرد که هیچ جا در امان نیستم. حداقل حتی اگر برم یه جایی که اینترنت نباشه، هیچ آنتنی وجود نداشته باشه هم
یک سایه‌ای از جنگ وجود داره و بهم ثابت میکنه که چیزی نرمال نیست. ما هم الان اومدیم بیرون، اگر بتونیم یه خرید مریدی چیزی انجام بدیم دیگه. ببین خوشمزه است. بیا سرتو بگی پایین. یه چند لحظه پیش همینجا هوا گرم بود، الان داره برف میاد. اومدیم یکم گوجه و کاهو نوشابه اینا خریدیم، ببینیم چی نونم بگیریم. و اینکه برف میاد همه شکوفه کرده بود، همه اینا سرما میزنه. این وسط خب تلویزیون سری خبر نشون میداد راجع به اینکه داشت تهران چه اتفاقی میفته. سعی میکردم نبینم ولی خب نمیتونستم واقعا. تصویر کاخ گلستانی بود که رفته بودم برای ویدیو ایرانگردی، تصویر دانشکده هنر بود، تصویر جای مختلف تهران بود که من توش خاطره داشتم. ورزشگاه آزادی که با هم رفتیم هیچی ازش نمونده بود، یعنی ورزشگاه سرپوشیدش. 22 اسفند 1404 تو علوش جنگ دیشب عراقو زدن و منی جوری زدن که همه بترسن. خیلی دور نبود، من نزدیک تو شهر بود. بارون داره میاد، چه بارونی هم داره میاد. یک تماس تو این وضعیت میتونه اون یک صدم آرامشی هم که سعی کردی با رفتن از تهران بسازی رو به هم بزنه، مخصوصا اگر با این تایتل باشه که به نظرم یه سر به خونتون بزنید، به خاطر اینکه انفجارهای این سمت خیلی عجیب غریب بوده. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same old boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town. تا لحظه‌ای که برسیم تهران من واقعا فکر می‌کردم چیزی نمونده، یعنی از اون تماسه حسم این بود که هیچ چیزی باقی نمونده و اون تماس فقط برای اینه که ما زیاد شوک نشیم و میایم خودمون می‌بینیم. ولی وقتی برگشتیم یه سری پنجره و شیشه باز شده بود و یه سری چیزای این شکلی و مسئله اصلی سوختن وسیله‌های برقی بود. اینکه حالا سوختنش هم باز، حالا اینکه یخچال سوخته بود یه مسئله است، اینکه توی اون وضعیت برای یکی رو پیدا می‌کردی بیاد اینو درست کنه و خب وقتی پیداش می‌کردی کسی نبود که اون قطعه رو تامین کنه یا قطعه رو پیدا کنه. اصلا ترسناک بود. دما هم زمان حرکت کردنمون منفی 1 درجه 2 درجه بود. تهران هم همین دما بود توی خونه. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can back it up girl, burn it all. امروز 29 اسفند 1404، یعنی روز سال تحویل. ساعت 6 مثل اینکه سال تحویل میشه، الان ساعت 4:40 است. تقریبا زیاد نمونده، یه ساعت خورده ای مونده و کلا خریدم. جنگ هنوز ادامه داره، بدتر شده که بهتر نشده. یه روزا ادامه پیدا میکنه، خیلی باحاله برام. مردم آجیل میخرن، بازار شلوغ بود خیلی، یعنی مردم خیلی داشتن سعی می‌کردن خرید کنن و اینا و سعی کردن که خودشونو با شرایط وقف بدن. این خیلی چیز مهمه. چیزی نگذشته بود از اینکه ما اومده بودیم و برگشته بودیم. دقیقاً 1 فروردین ما، یعنی ساعاتی بعد از سال تحویل در حقیقت، من تماس دیگه دریافت کردم دوباره با همون کانسپت قبلی. دوباره روی تهران شدم، دفعه تنهایی. Did you wait too long? Tell him that you love him but he's already gone, darling. Did you make 2 wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed, just wait for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. سعی میکنم پکیج رو روشن کنم ولی خب روشن نمیشه. من نمیدونم چرا. خیلی راستش چیزای عجیب غریبی دیدم، یعنی برف دیدم من توی فروردین ما، تگرگ دیدم، بارون دیدم و با هوایش عجیب و غریب.
امید دیدم، ناامیدی دیدم، چیزای ترسناک دیدم، انفجار دیدم، ترس و اصلا یه نگاه اینطوری نگاه میکنم بهش که باید کجا زندگی میکردم که همچین چیزی رو تجربه کنم و یه طرف دیگه به خودم میگم اصلا چرا من باید همچین چیزی رو هیچ وقت تجربه میکردم، یعنی اصلا آیا نیاز بوده یا نه. 15 فروردین ماه بود که تصمیم گرفتیم برگردیم تهران. نمیدونم باید حسم رو چجوری بگم. کاش 15 فروردین نمی اومد. کاش من اصلا هیچ وقت گوشیم آنتن نمیداد، چون من اونجا آنتن نداشتم و وقتی برگشتم توی جاده پشت فرمون بودم که با یه پیامکی روبرو شدم که اصلا چیز جالبی نبود. با این کانسپت که وها واسمونی شد. وها وای دستم داره سنباله میکشه. نه باید عوض کنی احمق. ببین اگه بیفتی هم من میگیرم، تهش اینه که دوربینت خورد میشه اصلا. خب نگیریم. ببین تمام صدا چیزیه الان هم صدا نداری. قبل از اینکه ارتباط هممون با هم قطع بشه، حالا واقعا انقدر بد نبود که بخواد به اینجا بکشه. خب من واقعا از سال ششم در حقیقت، یعنی اول راهنمایی یا آخر دبستان با هم دیگه رفیق شده بودیم. اصلا دف یاد گرفتن و ویدیوی دف من از وهاب میاد و من تا لحظه 99.99% فکر میکردم این دروغه. من دارم مراسم وهاب میام، هوا کاملا خوب بود، بعد یهویی بارونی شد شدید. الانم که داره آفتابی میشه، یعنی واقعا به معنای واقعی فکر میکنم واقعا وهاب پسر طبیعت، چون هم آفتاب شد الان طبیعت بهش نشون داد، هم بارون و سیل و همین الان با این آفتاب رنگین کمونش دمش گرم. رفتن وهاب اونم اول سال مثل دروغ 13 که کاش واقعا یه دروغ 13 بود، کاش دروغ مسخره بود که به خاطرش با آدم‌ها دعوا می‌کردیم که چرا همچین دروغی رو گفتم. اگه راه نمی‌افتادم بیام سمت تهران احتمالاً حتی اصلا نمی‌فهمیدم که این اتفاق افتاده. بعد دوره سنگین سوگواری و یکم فکر کردم با خودم و یکم تأمل کردم با خودم به نتیجه رسیدم که وهاب ارزش زندگی رو میدونست و من هم باید ارزش زندگی رو بدونم و خودم رو جمع کردم سفت و محکم و راهی گیلان شدم. حالا تو ایرانگردی میبینید ویدیو رو، دوست ندارم الان خیلی روش اسپویل کنم. Anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising on the moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading a stack, keep it intact. Do me a favor, girl. وضع مالی افتضاح شد، ایرانگردی ضرر مالی سنگین زد، یعنی قرار بود که نجاتمون بده، اتفاقهای خوبی برای خودم، تیمی که جمع کرده بودم بیفته، نیفتاد اتفاقهای خوب. دیوار روی سرمون خراب شده بود
واقعا خونم ویران شده بود انگار، دوستامو از دست داده بودم. رو 40 وهابه و بارون. چیزی که اول خیلی عجیبه اینه که اصلا نمیدونم، اصلا فکر نمی‌کردم جمله‌ای مثل امروز 40 وهابه برسم هیچ وقت. فکر نمی‌کردم که این جمله هیچ وقت توی ذهنم خطور کنه، چه برسه بخوام حالا به زبون بیارم و تازه برم برای همچین مراسم و همین چیز. و آره دقیقا مثل روز پایپ سپاری بارون میاد، دقیقا همونطوری رنگی و قشنگ و خیلی حس خوب و عجیبیه. یکم فکر میکنم میتونه آدم آرومتر کنه. خودم رو جمع کردم، با یه پیام دوباره راه سفر شدم و این دفعه رفتم جایی که اصلا فکر نمی کردم و رفتم مازندران. شکلی بود کل این مسیر، اتفاقهایی که افتاد. دوباره برگشتم باشگاه رو جدی شروع کردم تمرین کردن رو. دارم سعی میکنم که اتفاقای قشنگی رقم بزنم، برنامه‌ریزی دقیقه روی کار داشته باشم و هم سفرامو تنها نذارم. روزای سختی رو گذروندیم تو این 6-7 ماه اخیر. ما ادامه میدیم. من ایمیل میذارم، هر کسی که دوست داشت همکاری کنه با تیم، حالا چه توی اسپانسری، چه توی کمک توی مسیر سفر، تو هر چیزی که دلتون میخواد میتونید ایمیل کنید. دایرکت هم هست، تلگرام هست، میتونید پیام بدین برای اسپانسر، برای همه چیز. و لینک دونیت هم وجود داره. همچنان ما خیریه ایرانگردی رو داریم. هدفمون برای کودکان کار و کودکان بی سرپرست تا هر کسی به هر آرزویی که میخواد برسه. مبلغ کمیه، امید داریم که مبلغ بیشتری رو جمع کنیم. دوستتون دارم. این سفر ادامه داره و این ویدیو و هر قدمی که برمی‌داریم یه قصه برای نوه هامونه یا هر کسی که دوستش داره. سرو و سبز باشین. دوست شما بتون.